میخوای کاری کنی یه نفر روزها، ماهها یا حتی سالها بدون اینکه بفهمه بهت فکر کنه؟ با این 3 جمله از روانشناسی تاریک میتونی ذهنش رو تسخیر کنی. و آخریش از همه مهمتره. اما قبل از شروع یه لطف کن. برای اینکه از این جور رازها و ترفندها بیشتر برسه بهت، همین الان یه لایک بزن. اول بهش بگو میخواستم یه چیزی بهت بگم، اما فکر کنم بهتر باشه بذارم برای یه وقت دیگه. با این جمله کنجکاوی میسازیش. طرف میمونه توی حاله ای از رمز و راز و ذهنش ولت نمیکنه. دوم بگو عجیبه، بعضی ارتباط‌ها یه حس دیگه دارن. یه چیزی توی تو هست که منو میکشه سمتت. اینجا داری هم جذابیت میسازی، هم سوال. اون مدام از خودش میپرسه چی باعث شده خاص به نظر برسه. سوم بگو اگه یه روزی بفهمی منظور واقعیم چی بوده، شاید همه چی برات معنی پیدا کنه. این جمله مثل یه دونه شک تو ذهنش میکاری. چیزی که میمونه رشد میکنه و هر بار یادش میاد دوباره بهت فکر میکنه. یادت باشه این حرفا بمبن. وقتی منفجرشن دیگه خاموش نمیشن. اگه عضو پرواز ذهن نیستی، شاید دیگه همدیگه رو نبینیم. اگه هستی بهت تبریک میگم. تو هر روز داری تو روانشناسی بهتر میشی.